به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت اعضای عزیز کانال یوتیوب خانه ریاضیات. در خدمتتون هستم با کتاب ریاضی نهم فصل دوم هستیم و توی این فصل راجع به اعداد حقیقی و ویژگی های اون و در واقع قدر مطلق میخوایم صحبت کنیم و یک سری ویژگی های متفرقه از اعداد مختلف. اولین چیزی که در این فصل باید یادآوری بکنم و فصل قبل هم داشتید مفهوم اعداد گویا بود. به اعدادی که صورت و مخرجشون عددی صحیح هستش و مخرجشون هیچ وقت صفر نیست ما میگیم اعداد گویا. پس اگر عددی صورت و مخرجش عدد صحیح باشه، یعنی یا مثبت باشه یا منفی باشه یا صفر باشه و مخرج صفر نباشه، یعنی فقط منفی و مثبت باشه، ما بهش میگیم عدد گویا. اعداد گویا رو گفتیم با کیو نشون میدیم و تعریف ریاضی هم داشت. تعریف ریاضیش به این صورت بود که میگفتیم کسرهایی که، حالا این کسره رو من نوشتم آبیوم و اون کلمه‌ای که گفتیم یک خط راست هست در ریاضی، پس کسری که صورت و مخرج، که صورت و مخرج من اینجا آ و بی هستش، عدد صحیح باشه، آ و بی صورت و مخرج ما عضو زد که اعداد صحیح رو نشون میده باشه و مخرج هیچ وقت صفر نباشه، یعنی مخرج مخالف صفر باشه، ما به این اعداد میگفتیم اعداد گویا. و گفتیم از اونجایی که بین دو عدد بی نهایت عدد گویا وجود داره، ما نمیتونیم اعداد گویا رو بیایم عضوهاشو بنویسیم، فقط میتونیم تعریف ریاضی و فارسیشو بلد باشیم. فقط این نکته رو بدونید که بین دو تا عدد بی نهایت ما کسر و عدد گویا داریم. این مفهوم اعداد گویا بود که در فصل قبلی هم داشتینش. اما بریم سراغ مفهومی که از هشتم باید بلد باشین و اون هم مقایسه کسرها هستش. ما زمانی که بخوایم دو تا کسر رو با هم مقایسه بکنیم، سه تا حالت وجود داره که اون کسرها میتونن با هم دیگه مقایسه بشن. اون کسرها رو اگر بخوایم مقایسه کنیم ممکنه مخرج‌هاشون یکسان باشه. وقتی کسرها مخرج‌هاشون یکسان باشه، کسری بزرگتره که صورتش هم بزرگتر باشه. پس اگر مخرج‌های دو کسر یکسان باشه، کسری بزرگتره که صورتش هم بیشتر باشه. مثال رو نگاه کنید، 3 پنجم 7 پنجم، مخرج جفتش 5. خب کسری بزرگتره که صورتش بیشتر باشه، یعنی 7 پنجم از 3 پنجم بزرگتره. یا 2 سوم 9 سوم، مخرج ها جفتش 3 هستش و کسری بزرگتره که صورت بیشتری باشه، پس 9 سوم از 2 سوم بیشتره. اینجا 3 هفتم داریم و 5 هفتم و کسری بزرگتره که صورت بیشتری هم داشته باشه که اینجا 5 هفتم از 3 هفتم بزرگتره که چون صورت بیشتری داره. و اینجا 4 هفتم و 9 هفتم داریم و کسری بزرگتره که صورت بیشتری داشته باشه که 9 هفتم از 4 هفتم بزرگتره. پس وقتی دو تا کسر داشته باشیم، حالت اول میگه اگر مخرج ها یکسان بود، کسری بزرگتره که صورتش بزرگتر باشه. حالت دوم میگه که اگر دو کسر صورت هاشون یکسان بود، پس ما اینجا صورت برابر داشته باشیم، کسری بزرگتره که مخرجش کوچیک‌تر باشه، چون هرچی مخرج بزرگ بشه کسره رو داره کوچیک میکنه. پس اگر صورت ها برابر بود، کسری بزرگتره که مخرجش کوچیک‌تر باشه. مثلا 4 سوم و 4 هفتم داریم که اینجا صورت ها جفتش 4، چون صورت ها برابره، کسری بزرگتره که مخرج کوچیک‌تری داشته باشه که اینجا 4 سوم مخرجش کوچیک‌تره، پس بزرگتر هم هستش. 8 پنجم 8 هفتم، خب اینجا صورت ها برابره و کسری بزرگتره که مخرجش کوچیکتر باشه که اینجا 8 پنجم مخرجش کوچیکتره و عدد بزرگتری هستش. 3 دوم و 3 چهارم داریم و اینجا صورت ها برابره و کسری بزرگتره که مخرجش کوچیکتر باشه، پس 3 دوم از 3 چهارم بزرگتر. و اینجا 3 ششم و 3 چهارم داریم که دوباره صورت ها یکسانه و کسری بزرگتره که در واقع مخرج کوچیکتری داشته باشه، پس 3 چهارم از 3 ششم بزرگتر هستش. پس در کسرها اگر دو تا کسر داشتیم و اون دو تا کسر صورت‌هاشون برابر بود، کسری بزرگتری که مخرجش کوچیک‌تر باشه. حالت سوم میگه فرض کنید اون دو تا کسری که داریم صورت و مخرج‌هاش با هم برابر نباشه. اگر دو کسر صورت و مخرج‌هاش برابر نباشه، همیشه کسری بزرگتره که به کمک مخرج مشترک صورتش بیشتر شده. پس وقتی صورت و مخرج‌های کسرامون برابر نیست، اولین کاری که باید بکنیم اینه که مخرج مشترک بگیریم و مخرج‌ها رو یکسان کنیم.
کنیم بشه حالت اول. وقتی مخرج ها رو یکسان کردیم به کمک مخرج مشترک، حالا کسری بزرگتره که صورتش هم بیشتر باشه. مثلا 3/2 داریم اینجا و عدد 1/5 داریم. 3/2 و 1/5 نه صورتهاشون با هم برابره و نه مخرجهاشون با هم برابره. پس اولین کاری که میکنیم اینه که بین 2 و 5 مخرج مشترک میگیریم و مخرج مشترک میشه 10. خب اینجا ضرب در 5 میشه تا به 10 برسه و اینجا 5 ضرب در 2 میشه تا به 10 برسه. 3 5 تا اینجا میشه 15 دهم و یه دوتا میشه 2 تا. حالا که مخرج ها یکسان شد و جفتش 10 شد، کسری بزرگتره که صورت بیشتری داشته باشه، یعنی 15 دهم از 2 دهم بزرگتره. پس در نتیجه 3/2 هم از 1/5 بزرگتر میشه. این یکی. 7 نهم 8 چهارم نه صورت‌های یکسانه نه مخرج‌ها، پس مجبوری مخرج مشترک بین 9 و 4 بگیریم که مخرج مشترک 4 و 9 میشه 4 9 تا 36 تا و اینجا ضرب در 4 شد 9 من تا به 36 رسید و 4 هم ضرب در 9 شد تا به 36 رسید. 7 4 تا میشه صورت 28، 8 9 تا میشه 63 تا. خب مخرج ها جفتش 36 شد، کسری بزرگتره که صورت بیشتری داشته باشه، پس 63 از 28 بزرگتره و کسرش هم بزرگتر میشه و در نتیجه 8 چهارم از 7 نهم بیشتر میشه. 5 سوم داریم و 2 هفتم. خب مخرج ها یکسان نیست، صورت ها هم یکسان نیست، ما باید مخرج مشترک بگیریم بین 3 و 7. مخرج مشترکی بین 3 و 7 میشه 21 و اینجا باید ضرب در 7 بشه، اینجا ضرب در 3 بشه تا به 21 برسه. 5 7 تا اینجا میشه 35، 2 3 تا میشه 6 تا. حالا که مخرج ها یکسان شد، کسری بزرگتری که صورت بیشتری داشته باشه، یعنی 35 21 از 6 21 بزرگتره و در نتیجه 5 سوم اینجا بزرگتر هستش. این یکی. 6 پنجم داریم و 1 هفتم که صورت ها برابر نیست، مخرج ها هم برابر نیست و مجبوری مخرج مشترک بین 5 و 7 بگیریم که 5 و 7 مخرج مشترکشون میشه 35 در هم ضرب میشن و اینجا ضرب در 7 میشه، این یکی ضرب در 5 میشه تا به 35 برسه. 6 7 تا اینجا میشه 42 تا، یه 5 تا میشه 5 تا. حالا که مخرج ها یکسان شد، کسری بزرگتری که صورتش بیشتر باشه، 42 35 صورت بیشتری داره و بزرگتره، پس در نتیجه 6 پنجم هم بزرگتر هستش. پس در کل ما بخوایم دو تا کسر رو مقایسه کنیم 3 تا حالت داریم. مخرج ها یکسان باشه، کسری بزرگتری که صورتش بزرگتر باشه. صورت ها یکسان باشه، کسری بزرگتری که مخرجش کوچیک‌تر باشه. صورت و مخرج برابر نبود، میای مخرج مشترک میگیری و اون کسری بزرگتر میشه که صورتش بیشتر باشه. این از یادآوری دو تا کسر که می‌خواستیم مقایسه کنیم و به چه صورت باید انجام بشه. اما بریم سراغ نکته بعدی که باز هم راجع به کسرها هستش. ببینید بچه‌ها، فرض کنید می‌خوایم بین دو تا کسر دلخواهی که سوال بهمون داده، بین این دو تا کسر چند تا کسر پیدا کنیم. زمانی که بخوایم چند تا کسر بین این دو تا کسر دلخواه پیدا کنیم، راه‌های زیادی وجود داره، اما فقط یه دونه‌شو بدونید کافیه و فقط هم من یه دونه‌شو میگم. 5 تا راه مختلف داره و یه دونش که بیشتر باهاش آشنایید همون رو میگم. پس قرارمون شد که میخوایم بین دو تا کسر چند تا کسر پیدا کنیم. حالا این روش چیه؟ روش مخرج مشترک گرفتن هستش. به این صورت که ابتدا بین دو تا کسر مخرج مشترک گرفته، به صورت کسرها نگاه کرده. اگر بین صورتها عددی وجود داشت، اون رو به عنوان کسر وسط بین این دوتا می‌نویسیم. اما اگر عددی وجود نداشت، باید هر دو تا کسر رو توی یک عدد دلخواه ضرب کنیم تا بین صورتها فاصله ایجاد بشه. پس چیکار می‌کنیم توی این روش که می‌خوایم بین دو تا کسر کسرایی پیدا کنیم؟ اول میایم مخرج‌هاشون رو یکسان می‌کنیم به کمک مخرج مشترک. وقتی مخرج‌هاشون یکسان شد، به صورت‌هاشون نگاه می‌کنیم. اگر عددی بین صورت‌هاشون وجود داشت، اون کسر وسط پیدا میشه. اما اگر عددی بین صورت‌هاشون وجود نداشت، شما میای جفت کسرهایی که به دست آوردی رو در عددی دلخواه که حالا ممکنه 1 2 3 4 و الی آخر باشه ضرب میکنی و اینجوری باعث میشه که بین صورت‌ها فاصله ایجاد بشه و اون کسرهایی که میخوای بین دو تا کسر باشن رو پیدا بکنی. با مثال خدمتتون توضیح بدم که اصلا قضیه از چه قرار هستش.
گفته بین دو کسر 7 سوم و 4 هفتم 3 کسر بنویسید. خب پس ما اینجا 2 تا کسر داریم، 7 سوم و 4 هفتم که میخوایم بینشون 3 تا کسر پیدا کنیم. قدم اول اینه که مخرج هاشون رو یکسان کنیم. 7 سوم داریم، 4 هفتم داریم، بین 3 و 7 مخرج مشترک میشه 21. پس کسر اول ضرب در 7 بشه تا به 21 برسه، کسر دوم ضرب در 3 بشه تا به 21 برسه. اینجا 4 3 تا 12 تا، اینجا 7 هفتم 49 تا. بعد از اینکه مخرج ها رو یکسان کردیم میایم به صورت کسرامون نگاه میکنیم. اینجا شد 49، اینجا شد 12. خب بین 49 و 12 کلی عدد وجود داره، یکیش 13 14 15 16 17 18 تا برسیم به 49 و مخرج ها همه چندن؟ 21. پس میشه 13 21 14 21 و 15 21 کسره هایی که در واقع بین این دو کسر وجود دارن و چون فاصله اینجا همینجا وجود داشت ما کسرها رو پیدا کردیم. اگر اینجا فاصله وجود نداشت بین صورت ها می اومدیم هم کسر اول هم کسر دوم رو در یه عدد دلخواست ضرب می کردیم تا فاصله ایجاد بشه، ولی اینجا تونستیم به راحتی 3 تا کسر رو پیدا بکنیم چون بین صورت ها فاصله وجود داشت به کمک روش مخرج مشترک گرفتن. اما بیایم اینجا گفته بین دو کسر 9 دوم و منفی 1 3 تا کسر پیدا کن. خب منفی 1 مخرج نداره، بهش مخرج 1 میدیم. حالا اینجا میگیم که باید بین 2 و 1 مخرج مشترک بگیریم تا مخرج های یکسان بشه. 9 دوم خودش و 1 رو میتونیم به 2 برسونیم، یعنی ضرب در 2 کنیم تا مخرج مشترک بشه 2. منفی 1 ضرب در 2 هم میشه منفی 2 دوم. خب حالا میریم سراغ صورت ها. اینجا منفی 2 هست و اینجا 9 و اینجا یادآوری کنم که توی 8 بهتون گفتم که همیشه صورت کسر علامتی که پشت کسر باشه مال صورته. این قرارداد باشه پیشتون که همیشه علامت رو بدیم به صورت. پس به همین دلیل این شد منفی 2 صورتم، اون شد 9. حالا بین منفی 2 و 9 ما میخوایم در واقع کسر رو پیدا بکنیم. خب بین منفی 2 و 9 محور رو یادآوری کنید پیش خودتون. منفی 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 تا برسیم به 9 وجود داره. پس اولیش میشه منفی 1، بعدیش میشه مثلا 0، بعدیش میشه 1، بعدیش میشه 2، بعدیش میشه 3 تا برسیم به 9. مخرجا چندن؟ 2. پس بین 9 دوم و منفی 2 دوم ما بیشتر از 3 تا کسر اصلا نوشتیم. منفی 1 دوم، 0 دوم، 1 دوم، 2 دوم و 3 دوم وجود داره. خب بیایم سراغ این یکی. منفی 2 و 7 هشتم داریم اینجا که منفی 2 بهش مخرج 1 بدیم، 7 هشتم هم خودش. میخوایم مخرج مشترک بین این دوتا بگیریم و 8 مخرج مشترکه، پس این یکی باز ضرب در 8 بشه و میشه منفی 16 هشتم و اینجا هم باشه. بذاریم من صورت سوال یه ذره عوض کنم تا بینشون فاصله هم ایجاد بشه. اینجا باشه منفی 17 هشتم. خب میخوام فاصله نداشته باشم و اون ضربه رو بهتون بگم. اینم که خودش منفی 17 هشتم. خب حالا محور رو یادآوری کنید پیش خودتون. منفی 16 منفی 17. آیا بین منفی 16 و منفی 17 عددی وجود داره توی محور؟ نه. پس وقتی عددی وجود نداره شما باید بیاید این عبارت‌های کسری که به دست آوردین رو در یک عدد دلخواست ضرب کنید که پیشنهادم بهتون اینه که در عدد بیشتر از 3 ضرب کنید چون راحت تر فاصله ایجاد میشه. من جفتش رو تو 3 ضرب کنم. وقتی تو 3 ضرب میکنی هم در صورت باید ضرب بشه هم در مخرج. جفتش در 3 ضرب بشه. 16 تا 3 تا میشه 48 منفی 3 هشتم 24 تا. اینجام 17 تا 3 تا 3 7 تا 21 3 1 3 تا و 2 تا 51 منفی و 3 تا 18 تا من نوشتم 18 3 تا 8 تا میشه 24 تا. خب حالا میریم سراغ صورت ها. منفی 48 منفی 51 تو محور اول منفی 48 بعدش میشه چند؟ منفی 49 بعدش میشه چند؟ منفی 50 و همینجور ادامه داره تا برسیم به منفی 51 و مخرج هاشون چنده؟ 24. خب من در عدد کوچیک ضرب کردم، فقط تونستم 2 تا کسر پیدا کنم. اگه شما می اومدین در مثلا 4 ضربش میکردین فاصله بیشتر میشد. حالا من بیام در 4 ضربش کنم. 4 6 تا 24 تا، 4 1 هم 4 تا میشه منفی 64 24. اینم در 4 ضرب بشه 4 7 تا 28 تا، 4 1 4 تا و 2 تا 68 تا منفی 68 هشتم.
فاصله بیشتر شد. خب بعد اینجا راحت بین 64 و 68 چه عددی؟ 65 66 67 و 3 تا عدد پیدا میشه. من فقط چون در 3 ضربش کردم فاصلم کمتر شد، 2 تا کسر پیدا کردم. اگه در 4 ضربش میکردیم میشد منفی 65. در واقع ضربش نکردیم اینجا 24 رو، اینم میشه 24 4 8 تا 32 ببخشید 32 داریم در 4 ضربش میکنیم. پس میشه منفی 65 32، بعد میشه منفی 66 32 و منفی 67 32 که بین چی قرار دارم؟ بین منفی 64 و منفی 68 قرار داره که اینا اومدیم ضرب در 4 کردیم. ضرب در 3 بهمون 2 تا فقط بیشتر داد، ولی سوال 3 تا کسر میخواست. پس اگر خواستیم بین 2 تا کسرهایی رو پیدا بکنیم، کاری که انجام میدیم به این صورت هستش که میایم در واقع مخرج ها رو یکسان میکنیم. بعد از اینکه مخرج های اون 2 تا کسری که سوال بهمون داده رو یکسان کردیم، نگاه میکنیم به صورت کسرهامون. اگر اون صورت هایی که داریم فاصله بینشون وجود داشت، عددی بود بینشون، پس کسرهایی که ازمون خواسته رو پیدا کردیم. اما اگر فاصله وجود نداشت، میای جفت کسرهایی که به دست آوردی رو در عددی دلخواه صورت و مخرجش رو ضرب میکنی و پیشنهادم بهتون اینه که از 3 بیشتر باشه تا فاصله زودتر پیدا بشه. و من اینجا اومدم مثلا در 3 ضرب کردم 2 تا بهم داد، ولی وقتی در 4 ضربش کردم همون 3 تایی که سوال بهم داده بود ازم خواسته بود و به دست آوردم. پس اینجوری میتونیم فاصله بین صورتامون ایجاد کنیم با ضرب صورت و مخرج در یک عدد دلخواه. اون عددم باید با جفتش با هم برابر باشه، یعنی اولی رو در هر چی ضرب کردی دومی هم باید در همون ضرب بشه تا بتونید در واقع کسرهای بین 2 تا کسر رو پیدا بکنید. خب تا اینجا بهتون گفتم که 2 کسر چطوری مقایسه میشن، یعنی وقتی ما 2 تا کسر داشته باشیم بخوایم با هم مقایسهشون کنیم، به چه صورت اون 2 تا رو با هم مقایسه میکنیم که 3 تا حالت داشتن، مخرج‌های یکسان، صورت‌های یکسان، مخرج و صورت یکسان نباشه. ولی این فقط برای زمانیه که ما 2 تا کسر داشته باشیم. گاهی اوقات ما میخوایم چند تا کسر رو با هم مقایسه کنیم. اون موقع باید چی کار کنیم؟ زمانی که بخوایم چند کسر رو با هم مقایسه کنیم که صورت و مخرجشون مساوی نیست، از 2 روش میتونیم استفاده کنیم. اون 2 تا روش هم مخرج کردن و محاسبات ریاضی هستش. هم مخرج کردن میگه که خب اسمش روشه، میگه در این روش باید کسر مخرج بین کسرها مخرج مشترک بگیریم و پس از برابر شدن مخرج ها کسرها رو به ترتیب اعداد و صورت مرتب کنیم. پس تو روش هم مخرج کردن هر چند تا کسری که داری همه رو مخرج‌هاشو یکسان میکنی و بعد صورت‌ها رو نگاه میکنی و از کوچکترین صورت به بزرگترین صورت مرتبش میکنی. اما تو محاسبات ریاضی که روش دوم هست، توی این روش همه کسرها رو به عدد اعشاری تبدیل کرده و اون موقع عدد اعشاری رو از کوچیک به بزرگ مرتب میکنیم که پیشنهادم بهتون اینه که هر سال این شکلی داشتین با همین عدد اعشاری برین، چون ممکنه هم مخرج کردن یه مخرج بزرگ بهتون بده و یکم کارتون رو سخت بکنه. پس زمانی که خواستیم چند تا کسر رو با هم مقایسه کنیم، میتونیم مخرج مشترک بگیریم، مخرج ها رو یکسان بکنیم. وقتی مخرج هاشون یکسان شد، میایم صورت ها رو از کوچیک به بزرگ مرتب میکنیم. ولی زمانی که بخوایم از محاسبات ریاضی استفاده کنیم، همه مخرج ها رو در واقع همه کسرها رو عذرخواهی میکنم همه کسرها رو به عدد اعشاری تبدیل میکنیم و اون عدد اعشاری ها رو از کوچیک به بزرگ مرتبشون میکنیم. خب حالا بیایم با مثال براتون توضیح بدم. میخوام به 2 روش هم حلش کنم. میگه کسرهای 2 پنجم، 7 نهم و 4 سوم رو با هم مقایسه کنید. من اول با روش هم مخرج کردن برم. هم مخرج کردم میگه مخرج 5 و 9 و 3 رو یکسان کن. خب مخرج مشترکی که میتونم بگیرم 5 9 تا میشه 45 تا و 45 3 رو ضرب در 15 کنم به 45 میرسه. پس در اصل 3 9 و 5 رو ما میتونیم به 45 برسونیم. پس 45 میشه مخرج مشترک. حالا 4 سوم داریم که باید به 45 برسونیمش. 7 نهم داریم که باید به مخرج 45 برسونیمش و 2 پنجم داریم که باید به مخرج 45 برسونیمش. خب اینجا 4 سوم گفتیم 3 تا 15 تا میشه 45 تا، پس صورتش هم در 15 ضرب میشه و 4 تا 15 تا میشه 60 تا، شد 60 45. اینم ضرب در 9 5 تا 45 تا، پس اینم ضرب در 5 میشه 35 40 و اینم ضرب در واقع 5 9 تا میشه و اینم 2 9 تا 18 تا. خب کسرهای ما شدن 60 45 35 45 و 18 45. حالا میایم به ترتیب از کوچکترین صورت به بیشترین صورت مرتبش میکنیم. خب اینجا 18 45
کوچیکتر هستش از 35 45 و کوچیکتر هستش از 60 45. چون بهتون گفتم مخرج ها یکسان باشه کسری بزرگتر که صورتش بیشتر باشه. حالا 18 45 2 پنجم بود و 35 45 7 نهم بود و 60 45 هم که 4 سوم بود. پس کسرهای من به کمک روش هم مخرج کردن از کوچیک به بزرگ مرتب شد. اما زمانی که بخوایم به کمک محاسبات ریاضی این سوالو حل کنیم، گاهی اوقات به همین راحتی نمیشه مخرج مشترک پیدا کرد. برای همین دارم میگم بهتره همیشه با محاسبات ریاضی برید جلو. باید بیایم 2 پنجم تبدیلش کنیم به عدد اعشاری، 7 نهم رو تبدیلش کنیم به عدد اعشاری و 4 سوم رو تبدیلش کنیم به عدد اعشاری. توی بعضی از مدرسه ها اجازه نمیدن ماشین حساب با خودتون ببرید سر جلسه، پس یاد بگیرید که چطوری عدد کسر رو به عدد اعشاری تبدیل کنیم. میایم صورت کسر رو به مخرج کسر تقسیم چکشی میکنیم. خب 2 تقسیم به 5 بشه. تو 2 تا 5 تا نداریم. حالا که تو 2 تا 5 تا نداریم ممیز میذاریم، یه صفر میذاریم جلوش و اینجا تو خارج قسمت در واقع ممیز میزنیم تا در واقع به دستش بیاریم. حالا تو 20 تا چند تا 5 تا 4 5 تا 20 تا و میشه 14 همین میشه عدد اعشاریش، چون باقی مونده شد صفر. فعلا تا یه رقم، اگه احتیاج بود تا 2 رقم هم ادامش میدیم. 7 نهم، 7 باید تقسیم بشه به 9. تو 7 تا که 9 تا نداریم، پس میایم ممیز میزنیم، صفر میذاریم جلوش و اینجا ممیز میخوره تو خارج قسمت. حالا تو 70 تا چند تا 9 تا 8 9 تا 63 تا و 7 تا باقی مونده. فعلا تا یه رقم اعشار ادامه بدیم ببینیم به کارمون میاد، میتونیم مرتبش کنیم. 4 هم تقسیم بشه اینجا به 3. تو 4 تا چند تا 3 تاست؟ یه 3 تا و باقی مونده 1. حالا میخوام باز تو یه رقم اعشار ادامهش بدم، پس میام اینجا ممیز میزنم چون تو یکی 3 تا ندارم، صفر میذارم و اینجا ممیز میخوره. حالا تو 10 تا چند تا 3 تاست؟ 3 تا 9 تا و یکی باقی مونده، شد 1 ممیز 3. خب حالا عدد اعشاریایی که به دست آوردیم رو نگاه کنید. 14 8 1 و 3 میتونیم مرتبش کنیم. اول 14 که کوچیک‌تره، بعد 8 بعدم 1 ممیز 3 هستش. حالا 14 چی بود؟ 2 پنجم بود، 8 7 نهم بود و 1 ممیز 3 هم که 4 سوم بود و کسر ما مثل همون عبارت مخرج کردن هم مخرج کردن مرتب شد. فقط یه نکته، تا چند رقم اعشار ادامه دادنش به این بستگی داره که بچه‌ها مثلا اینجا شد 14 اینجا هم شد 14 نگید این دوتا با هم مساویان، بلکه باید بیاد یه رقم اعشار دیگه ادامش بدین، بشه مثلا این 45 صدم بشه 48 صدم، اون موقع مشخص میشه کدوم بزرگتره. پس وقتی ادامش میدیم که جفت عدد اعشاری با هم برابر شده و نمیتونیم مقایسش کنیم، اینجا عدد اعشاری متفاوت بود، راحت تونستیم از کوچیک به بزرگ مرتبش کنیم. که پیشنهاد من باز بهتون دارم میگم که تبدیل به عدد اعشاری هستش. خب بیایم اینجا گفته این چند تا کسی که بهت دادم با هم مقایسه کن. ببینید بچه‌ها 3 پنجم منفی 1 دوم 7 چهارم 3 هشتم. ما 3 پنجم و 7 چهارم و 3 هشتم مثبت، منفی 1 دوم منفیه. ما میدونیم منفی از مثبت کوچیک‌ترن، پس در نتیجه منفی 1 دوم از همش کوچیک‌تره. یعنی وقتی می‌خوای بنویسی اول باید منفی 1 دوم بنویسی، ولی مثبت‌ها رو نمیدونیم. 3 هشتم داریم، 7 چهارم داریم و 3 پنجم داریم. اینا رو نمیدونیم کوچکترین کدومه بزرگترین کدومه. پس اول میایم با روش مخرج مشترک یا همون هم مخرج کردن حلش کنیم. 8 و 4 و 5 داریم که باید مخرج مشترک بگیریم بینشون. 8 5 تا میشه 40 تا، 40 هم که میتونیم به 4 تقسیمش کنیم بشه 10. خب پس در واقع مخرج مشترک همشون رو میتونیم 40 در نظر بگیریم. حتی میتونید هر سه تا رو مخرجا رو در هم ضرب کنید ولی یکم عددش بزرگ میشه. خب اینجا 8 5 تا 40 تا، پس این ضرب در 5 میشه 15 40. 4 10 تا میشه 40 تا، اینم ضرب در 10 میشه 70 40 و اینجا 3 ضرب در 5 ضرب در 8 میشه، پس 3 هم ضرب در 8 میشه، 3 هشتم میشه در واقع 24 40. حالا میتونیم مرتبش کنیم. کوچکترین کسرمون 15 40 هستش، بعد از اون 24 40 هستش و بعد از اونم 70 40 هستش. اما یه منفی 1 دوم هم داشتیم که از همشون کوچیک‌تره. پس اول منفی 1 دوم 15 40 3 هشتم بود، بعد 24 40 3 پنجم بود و بعد از اون هم در واقع چی رو داشتیم؟ 70 40 رو داشتیم که 7 چهارم بود. پس اول منفی ها، بعدم این سه تا مثبت که از کوچیک به بزرگ مرتب شدن به کمک هم مخرج کردن. اما بریم سراغ روش دومش که روش محاسبات ریاضی. خب دوباره منفی 1 دوم از هر سه تاش کوچیک‌تره، فقط
بحث اون 3/5 7/4 و 3/8 که باید بدونیم عدد اعشاریاش چه شکلیه. خب دوباره تقسیم چکشی 3 تقسیم بشه به 5. تو 3 تا که 5 تا نداریم پس ممیز میزنیم، 0 میذاریم. حالا تو 30 تا چند تا 5 تا داریم؟ اینجا ممیز میخوره. 6 5 تا 30 تا و باقی مونده 0. خب یه رقم 8 دهم فعلا. 7 هم تقسیم کنیم به 4. تو 7 تا چند تا 4 تاست؟ یه 4 تا 4 تا 3 تا باقی مونده. تو 3 تا که 4 تا نداریم پس ممیز میزنیم، یه 0 میذاریم جلوش. اینجا ممیز جلو 1. تو 30 تا چند تا 4 تاست؟ 4 هفتا 28 تا پس میشه 1 و 7 دهم فعلا و باقی مونده هم میشه 2. اینجا 3 رو باید تقسیم کنیم به 8. تو 3 تا 8 تا نداریم پس ممیز میزنیم، 0 میذاریم. تو 30 تا چند تا 8 تاست؟ خب 3 8 تا 24 تا و باقی مونده 6 تا 3 دهم کافیه. راحت میشه مقایسش کرد. اول 3 دهمه، بعد 6 دهمه، بعدم چنده؟ 1 و 7 دهم. حالا اولی منفی 1 دوم رو داریم که از همه مثبت ها کوچیک‌تره. بعد 3 دهم رو داریم که 3 هشتم میشه. بعد از اون 6 دهم رو داریم که در واقع 3/5 هستش و بعدش هم 1 و 7 دهم رو داریم که 7/4 و به کمک روش در واقع عدد اعشاری هم تونستیم مرتبشون کنیم. یکی دیگه هم حل کنیم ازش چون مهم هستن. گفتی کسرایی که بهت دادم با هم مقایسه کن. کسرا رو که نگاه میکنم 3 هفتم 9 چهارم 3 دوم منفی 4/5. دوباره مثل قبلی منفی از مثبت ها کوچیک‌تره. خب پس این تکلیفش مشخصه که باید کف نوشته بشه. ولی اینجا اگه بخوایم به روش هم مخرج کردن حلش کنیم 3 دوم داریم، 9 چهارم داریم مثبت و 3 هفتم. اینا رو با تعیین تکلیف کنیم که مخرج‌های در واقع مشترکشون چند میشه. خب ما میدونیم که 2 4 تا میشه 8 تا، 8 هفتم میشه 56 تا. یعنی هر سه تا رو در هم ضرب کنیم. یه مخرج 56 بزرگ. ولی ما میدونیم که میتونیم بگیم 4 هفتا 28 تا، 2 تا 14 تا میشه 28 تا. پس همون 28 رو بگیریم مخرج مشترک چون هر سه تاشو میتونیم بهش برسونیم. اینجا 2 تا 14 تا میشه 28 تا پس 3 رو باز ضرب در 14 کنیم. اینجا 4 7 تا 28 تا اینم ضرب در 7 و اینجا 7 ضرب در 4 و 3 هم ضرب در 4 میشه 12. اینجا 9 7 تا 63 تا و 3 تا 14 تا هم که میشه 30 تا 42 تا. خب 3 4 تا 12 تا بله 42 تا. خب حالا شد 42 28 63 28 12 28 و مخرج های یکسان از کوچیک به بزرگ مرتبش میکنیم. اول 12 28 میاد، بعد 42 28 و بعد از اون هم 63 28 مثبتامون مرتب شدن. حالا منفی 4/5 کفه، بعد از اون 12 28 که 3 هفتم میشه، بعد از اون 42 28 که 3 دوم هستش و بعدش هم 9 چهارم رو داریم و کسرهای ما از کوچیک به بزرگ مرتب شد به کمک هم مخرج کردن. اما بریم سراغ روش در واقع دومش که ما باید 3 دوم داشتیم، 9 چهارم داشتیم و 3 هفتم رو تبدیلش کنیم به عدد اعشاری. با یه رنگ دیگه بنویسم. خب اینجا 3 دوم در واقع بخواد تبدیل بشه با 3 تقسیم بشه به 2. تو 3 تا چند تا 2 تاست؟ یه 2 تا باقی مونده 1. حالا تو یکی چند تا 2 تاست؟ هیچی. پس ممیز میزنیم 0 میذاریم. حالا تو 10 تا چند تا 2 تاست؟ 5 2 تا 10 تا و باقی مونده 0. پس میشه 1 و نیم 3 دوم. 9 چهارم رو تبدیل کنیم میشه 9 تقسیم بر 4. تو 9 تا چند تا 4 تاست؟ 2 4 تا 8 تا و باقی مونده 1. حالا تو یکی چند تا 4 تاست؟ نداریم پس ممیز میزنیم 0 میذاریم. اینجا ممیز میخوره. تو 10 تا چند تا 4 تاست؟ 2 4 تا باز 8 تا و باقی مونده 2. همینجا تا دو رقم یه رقم کافیه. 3 هفتم رو تبدیل کنیم 3 تقسیم به 7. تو 3 تا چند تا 7 تاست؟ خب نداریم پس ممیز میزنیم 0 میذاریم. تو 30 تا چند تا 7 تاست؟ 4 7 تا 28 تا باقی مونده 2 تا یه رقم شد 14. خب ببینید خیلی راحت 14 کوچیکتر هستش از 2 و 2 دهم، 1 و نیم ببخشید و بعدم 2 و 2 دهم. 14 هست 3 هفتم کوچیکتر شد از در واقع 1 و نیم که 3 دوم هستش و کوچیکتر هستش از 2 و 2 دهم که 9 چهارمه. کف اینا میشه اون منفی 4 و نیم که از همشون کوچیکتره. پس زمانی که بخوایم مخرج ها رو چند تا هستن با هم مقایسه کنیم 2 تا راه داریم. مخرج ها رو یکسان بکنیم، صورت ها رو از کوچیک به بزرگ مرتب بنویسیم. همه رو با تقسیم چکشی تبدیل کنیم به عدد اعشاری، عدد اعشاری رو از کوچیک به بزرگ مرتب کنیم.
اما بریم سراغ اینکه کسرها چند نوع هستن. ببینید بچه‌ها، کسرها کلا به دو دسته کلی تقسیم میشن: کسرهای اعشاری و کسرهای متعارفی. کسرهای اعشاری کسرهایی هستن که مخرجشون 10 100 1000 10000 1,000,000 100,000 و الی آخر میشه. یعنی 10 رو به پایه 1 2 3 4 و الی آخر برسونیم. پس کسرهایی که مخرجشون به صورت 10 100 1000 باشه رو بهش میگن کسر اعشاری که نمونه نوشتم: 1/10 200 4,000 5/10,000. ما به اینا میگیم کسرهای اعشاری. دسته دوم کسرهای متعارفی هستن. کسرهایی هستن که مخرجشون دیگه 10 و 100 و 1000 نیست، بلکه میتونن عددهای دیگه‌ای باشن ولی 10 و 100 و 1000 نمیتونن باشن، مثل 4 پنجم، 7 دوم، 3 هفتم و 10 پنجم که مخرج‌ها دیگه 10 و 100 و 1000 نیست. پس کسرها کلا شدن دو دسته: اعشاری‌ها که مخرجشون 10 100 1000 و الی آخره و متعارفی‌ها که مخرجشون 10 100 1000 نیست، میتونن عددهای دیگه‌ای باشن. حالا همین کسرهای متعارفی خودشون سه دسته میشن: کسر کوچکتر از واحد، کسر برابر واحد و کسر بزرگتر از واحد. کسر کوچکتر از واحد یعنی کسری که صورت از مخرج کوچیک‌تر باشه. ما به این میگیم کسر کوچیک‌تر از واحد. مثلا 4 پنجم صورت از مخرج کوچیک‌تره، 1 دوم 1 صورت از مخرج کوچیک‌تره، 3 پنجم صورت از مخرج کوچیک‌تره. پس کسری که صورتش از مخرجش کوچیک‌تر باشه کسر متعارفی کوچیک‌تر از واحد هستش. کسر برابر واحد کسری که صورت و مخرجش با هم برابر هستن، مثل 3 سوم، 7 هفتم، 2 دوم و الی آخر. پس کسری که صورت و مخرجش با هم برابر باشه کسر متعارفی برابر واحد هستش. و کسر بزرگتر از واحد کسریه که صورتش از مخرجش بزرگتر هستش، مثل 5 سوم که صورت از مخرج بزرگتره، 7 چهارم، 9 دوم، 3 دوم و الی آخر. پس کسرهای متعارفی سه دستن: کوچکتر از واحد که صورت از مخرج کوچیک‌تره، برابر واحد که صورت و مخرج با هم برابرن و بزرگتر واحد که صورت از مخرج بزرگتر هستش. و کلا کسرها دو دسته هستن: اعشاری ها و در واقع متعارفی ها. اما بیایم اینجا میخوام راجع به تبدیل کسر متعارفی به عدد اعشاری صحبت کنم. همین الان براتون توضیح دادم که چطوری میتونیم یک کسر رو به عدد اعشاری تبدیل کنیم، این که صورت رو به مخرج با تقسیم چکشی تقسیم کنیم. اما زمانی که یک کسر متعارفی یعنی مخرجش 10 و 100 و 1000 نیست رو به عدد اعشاری تبدیل میکنیم، در واقع اون عدد اعشاری که به دست میاد دو دسته میشه، یعنی مختوم و متناوب. حالا این عدد اعشاری مختوم و متناوب یعنی چی؟ اگه اومدی توی تبدیل به عدد اعشاری تقسیم صورت به مخرج رو انجام دادی و باقی مونده تقسیم چکشی شد 0، ما به اون کس میگیم مختوم، یعنی تموم شده، خاتمه یافته. پس اگر تقسیم چکشی باقی مونده شد 0، ما به اون عدد اعشاری که به دست آوردیم میگیم مختوم. ولی اگر در تقسیم صورت بر مخرج باقی مونده 0 نشد، یه عددی یا چند تا عدد هی پشت سر هم، این پشت سر هم خیلی مهمه، تو قسمت خارج قسمت هی تکرار شد پشت سر هم، ما به اون کس میگیم متناوب. پس اگر باقی مونده 0 نشد و توی خارج قسمت یه عددی هی پشت سر هم تکرار شد، یا حالا ممکن چند تا عدد پشت سر هم هی تکرار بشن، دیگه اون کس اون عدد اعشاری مختوم نیست، بلکه بهش میگن متناوب. حالا قبل از اینکه براتون با مثال توضیح بدم، بیام اینجا تقسیم چکشیش رو اعضاشو بهتون یادآوری کنم. به این میگیم مقسوم که تقسیم میشه به مقسومون الی. به این جوابی که اینجا پیدا میشه میگن خارج قسمت و اینجا باقی مونده رو داریم. اگه باقی مونده تون 0 شد، ما عدد اعشاریمون مختومه. و اگر در واقع خارج قسمتتون یه عددی هی پشت سر هم تکرار شد و باقی مونده‌تون هم هیچ وقت 0 نشد، ما با اون میگیم در واقع متناوب. خب حالا بیام اینجا یه مثال براتون نوشتم که حل کنیم. البته یه دونه نه، چند تا مثال نوشتم. 2 پنجم. ما برای اینکه 2 پنجم رو بفهمیم در واقع چه نوع عدد اعشاری داره، باید 2 رو تقسیم کنیم به 5. تو 2 تا 5 تا نداریم، پس در نتیجه ممیز میزنیم، 0 میذاریم، اینجا ممیز میخوره تو خارج قسمت. حالا تو 20 تا چند تا 5 تا؟ 4 5 تا 20 تا و باقی مونده 0. پس اینجا چون باقی مونده 0 شد، این میشه چی؟ مختوم. 3 بیستم داریم، 3 تقسیم بشه به 20. تو 3 تا که 20 تا نداریم، پس ممیز میزنیم، یه 0 میزنیم جلوش که بشه 30 و اینجا ممیز میخوره. حالا تو 30 تا چند تا 20 تا داریم؟
یه دونه 20 تا 20 تا 10 تا باقی مونده. باز باید ادامه بدیم. چرا؟ چون باقی موندهمون صفر نشده هنوز. خب تو 10 تا که 20 تا نداریم، پس میام یه صفر اینجا میذاریم، میاریمش پایین، میشه 100. تو 100 تا چند تا 20 تا داریم؟ 5 تا 20 تا 100 تا و باقی مونده صفر شد. 15 صدم باقی مونده هم صفر. پس باز هم این کسر مخدوم و عدد اشاریش هم مخدوم هست. داریم 1/3 باید 1 رو تقسیم کنیم به 3. 1 تقسیم به 3 بشه تو یکی که 3 تا نداریم، پس ممیز میزنیم، یه صفر میذاریم جلوش. تو 10 تا چند تا 3 تا داریم؟ اینجا ممیز میخوره. 3 تا میشه 9 تا و باقی مونده باز 1. تو یکی که باز 3 تا نداریم، پس یه صفر میذاریم، میاریمش پایین، میشه 10. تو 10 تا چند تا 3 تا داریم؟ باز 3 تا 9 تا و باز باقی مونده 1. باز یه صفر بذاریم جلوش، بیاریمش پایین. تو 10 تا چند تا 3 تا داریم؟ 3 تا 9 تا و باز باقی مونده 1. ببینید این روند هی داره تکرار میشه و اینجا یه 3 هی داره تکرار میشه پشت سر هم. پس چون باقی مونده هیچ وقت صفر نمیشه، هی یه دونه 1 باقی میمونه و یه عددی پشت سر هم داره تو خارج قسمت تکرار میشه، ما به این میگیم متناوب. اما متناوب رو باید چطوری اصلا نشونش بدیم؟ ببینید بچه‌ها، زمانی که متناوب داشته باشیم قرار نیست یه عالمه 3 بنویسیم. یکی از همون تکراری ها رو می‌نویسیم و بالاش یه خط تیره میذاریم. این خط تیره که بالاش میذاریم و بهش میگن دوره گردش یا دوره تکرار. خب پس اگر خواستیم در واقع یک عبارت متناوب، یک عدد اعشاری متناوب رو نشون بدی، یکی از اون تکراری ها رو می نویسی، بالا سر همون تکراری هم یه خط تیره میذاری. این به معنی اینه که 3 داره پشت سر هم تکرار میشه و میشه 3/10 که متناوب هستش و 2/15 داریم. 2 تقسیم بشه به 15. تو دوتا که 15 تا نداریم، پس یه ممیز میزنیم، یه صفر میذاریم جلوش و اینجا ممیز میخوره. تو 20 تا چند تا 15 تا داریم؟ یه 15 تا 15 تا و باقی مونده 5. تو 5 تا چند تا 15 تا داریم؟ هیچی، پس مجبوریم یه صفر بذاریم اینجا، بیاریمش پایین، بشه 50. تو 50 تا چند تا 15 تا داریم؟ 3 تا 15 تا 45 تا، باقی مونده میشه چند؟ 5. باز دوباره صفر بذاریم، بیاریمش پایین. تو 50 تا چند تا 15 تا داریم؟ 3 تا 15 تا 45 تا، باز باقی مونده 5. هر چی من ادامه بدم این 5 هی تکرار میشه و اینجا 3 تا 15 تا 45 تا هی تکرار میشه. فقط اون یکی که نوشتم تکرار نیست، ولی این 3 هی داره تکرار میشه. حالا بخوام بنویسمش، پس شد متناوب. 1 که خودشه و یه دونه از اون 3 ها بالا سرش دوره گردش و خط تیره. این به معنی اینه که 3 اینجا پشت سر هم تکرار شده ولی 1 همون یه دونه هستش. خب 1/7 داریم، 1 رو باید تقسیم کنیم به 7. خب اگر 1 تقسیم بشه به 7، تو یکی که 7 نداریم، پس ممیز میزنیم، یه صفر میذاریم جلوش، اینجا ممیز میزنیم و تو 10 تا چند تا 7 هست؟ یه 7 تا 7 تا 3 تا باقی مونده. دوباره یه صفر میذاریم چون تو 3 تا 7 نداریم و میاریمش پایین، بشه 30. 4 7 میشه 28 تا، باقی مونده 2. باز باید ادامهش بدیم، یه صفر میذاریم، تو 2 تا 7 نداریم، میاریمش پایین، میشه 20. تو 20 تا چند تا 7 هست؟ 2 7 تا 14 تا و چند تا باقی مونده؟ 6 تا باقی مونده. دوباره 6 تا که 7 تا نداریم، باز باید یه صفر بذاریم، بیاریمش پایین. تو 60 تا چند تا 7 هست؟ 7 8 تا 56 تا و 4 تا باقی مونده. باز باید ادامهش بدیم، یه صفر میذاریم، میاریمش پایین. تو 40 تا چند تا 7 تا داریم؟ تو 40 تا 7 تا در واقع میتونیم بگیم 5 7 تا 35 تا 6 7 تا 42 تا. خب 5 میشه 5 7 تا 35 تا و چی باقی مونده؟ 5 تا باقی مونده. دوباره یه صفر بذار، بیارش پایین. باید ای ادامهش بدیم ببینید کجا تموم میشه. تو 50 تا چند تا 7 تا داریم؟ خب میتونیم بگیم 6 7 تا 8 7 تا 56 تا میشه 7 7 تا 49 تا و یکی باقی مونده. این یکی کجا بود؟ اینجا بود. و باز این روند رو ادامه بدیم، همین اعداد تکرار میشه. حالا دوباره میگیم تو 10 تا چند تا 7 هست؟ یه دونه. بعد دوباره این یه دونه رو کم کنیم میشه 30. تو 30 تا چند تا 7 هست؟ 4 7 تا 28 تا. دوباره میشه 20. تو 20 تا چند تا 7 هست؟ 2 تا. 2 7 تا 14 تا. و باز چند تکرار میشه؟ 8 و بعد 5. خب پس در واقع عدد 14 28 5 7 تکرار میشه، یعنی میشه 142 857 هی پشت سر هم داره تکرار میشه. دوباره میشه 142 857. دوباره میشه 142 857 چون این یکی اینجا تکرار شد و این روند مجدد تکرار میشه. پس این عدد
اینجوری تکراریه و بخوای نشونش بدی کافیه بنویسی 142 857 کلش یه خط تیره و میشه چی؟ متناوب. یکم طولانی بود. خب بیایم سراغ 4.25. پس یک هفتم هم بچه شد متناوب چون که روندش هی پشت سر هم تکرار شد و این اعداد هی پشت سر هم تکراری نوشته میشن. خب اینجا 4 رو باید تقسیم کنیم به 25. تو 4 تا که 25 تا نداریم پس ممیز میزنیم 0 میزنیم. تو 40 تا چند تا 25 تا داریم؟ یه 25 تا 25 تا 15 تا باقی مونده. تو 15 تا چند تا 25 تا داریم؟ هیچی. پس مجبوریم یه 0 بزنیم بیاریمش پایین. تو 150 تا چند تا 25 تا داریم؟ 6 تا 25 تا 6 5 تا 30 تا 3 تا داریم 6 تا 12 تا 3 تا 150 تا باقی مونده کلا شد چند؟ 0. و این کس چیه؟ مختومه چون که باقی موندهش 0 شده. 3/4 داریم 3 رو تقسیم کنیم به 4. تو 3 تا که 4 تا نداریم پس ممیز میزنیم 0 میذاریم. حالا تو 30 تا چند تا 4 تا داریم؟ میتونیم بگیم 4 7 تا 28 تا 2 تا باقی مونده. تو 2 تا که 4 تا نداریم پس یه 0 دیگه میذاریم میاریمش پایین. تو 20 تا چند تا 4 تا داریم؟ 5 4 تا 20 تا باقی مونده 0. باقی مونده 0 شد و این کسر هم چی میشه؟ مختوم میشه. پس 2/5 بیارمش 2/5 چون باقی موندهش 0 بود مختوم بود. 3/20 باقی موندهش 0 شد مختوم بود. 1/3 باقی موندهش 0 نشد و هی این 3 تکرار شد. 3 دوره گردش داشت بالاش خط و تیره گذاشتیم و شد متناوب. 2/15 هم گفتیم که یک خودشه ولی این 3 هی داره پشت سر هم تکرار میشه پس متناوبه و فقط 3 دوره گردش داشت. 1/7 هم گفتیم این عبارت این روند 1 تقسیم به 7 یه جایی دوباره به همون یکه برمیگرده و این عدد 142 857 هی پشت سر هم تکرار میشه و در نتیجه کلش دوره گردش داشت و متناوب شد. 4.25 هم مختوم هست چون باقی موندهش 0 شد و 3/4 هم باقی موندهش شد 0 و مختوم هستش. پس اگر باقی مونده ها 0 شه ما به اون کس میگیم مختوم و اگر که باقی مونده 0 نشه و یک عبارتی هی پشت سر هم تکرار بشه توی خارج قسمت ما به اون میگیم متناوب و اون عبارتی که داره پشت سر هم تکرار میشه بالا سرش یه خط تیره میذاریم به این معنی که در واقع دوره گردش داره. اما یه نکته دیگه داره که بتونیم راحت تر بدون این حساب کتاب کردن ها بفهمیم که اون کسری که داریم مختوم هستش یا متناوب. به این صورت که ببینید بچه‌ها نکته میگه کسرهایی که مخرجشون شمارنده اول شمارندهش با حتما اول شمارنده اولی بجز 2 یا 5 یعنی یا فقط 2 ظاهر بشه یا فقط 5 ظاهر بشه یا 2 و 5 با هم ظاهر بشن بجز این 2 تا عدد هیچی نداشته باشیم. در واقع شمارنده اولی بجز 2 یا 5 نداشته باشن ما بهشون میگیم مختوم. اگه غیر 2 و 5 عدد دیگه هم ظاهر شد دیگه مختوم نیست. پس اگر اومدی مخرج رو با نمودار درختی بازش کردی و به اعداد اول رسیدی و فقط 2 و 5 ظاهر شده بودن اون مختومه. اما اگر غیر 2 و 5 عددهای دیگه هم ظاهر شد اون مختوم نیست. مثال بزنم 3/4 بیا مخرج رو تجزیه کن میشه 2 تا. خب 2 اول 2 هم اوله به جز 2 هم هیچی ظاهر نشد پس در نتیجه میشه چی؟ مختوم. فقط 2 ظاهر شد. 7 داریم میشه یه 7 تجزیهش کنم نه 2 ظاهر شد نه 7 ظاهر شد نه ببخشید 5 ظاهر شد پس 1 و 7 فقط داریم و در نتیجه میشه متناوب. یعنی اگر تقسیمش کردی یک نمودار در واقع اعشاری بلند بالا داره که یه چیزی توش داره تکرار میشه. 9/12 هم داریم 12 رو تجزیه کنیم 3/4 تا 3 اول 2 تا. خب 2 ظاهر شد 3 هم ظاهر شد 3 کارو خراب کرده ما فقط گفتیم 2 و 5 باز ظاهر بشن پس اینم میشه چی؟ متناوب. 3/20 در واقع تجزیه بشه با نمودار درختی 4 5 تا 5 اول 2 تا فقط 2 و 5 ظاهر شدن و در نتیجه چون فقط 2 و 5 میشه چی؟ مختوم. پس 2 تا راه داریم که بفهمیم عدد اعشاری مختومه یا متناوب. صورت رو به مخرج تقسیم کنیم. باقی مونده 0 شد مختومه. باقی مونده 0 نشد یه عددی هی پشت سر هم تو خارج قسمت تکرار شد اون میشه متناوب. راه دوم مخرج فقط با مخرج کار داریم. مخرج ها رو میای تجزیه میکنی با نمودار درختی. اگر عددی که ظاهر شد شمارنده های اولی که ظاهر شدن فقط 2 یا فقط 5 یا فقط هر دوتاش 2 و 5 بود اون مختومه. اما غیر 2 و 5 عدد دیگه ظاهر شد اون دیگه مختوم نیست و میشه متناوب و دوره گردش داره. خب تا اینجا ما درس اول رو خدمتتون توضیح دادیم و درس اولش تموم میشه همینجا. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. انشالله ادامه فصل رو در فیلم های بعدی در خدمتتون خواهم بود. موفق و پیروز باشید.